به ما نمیگن که چطوری میتونیم با آدمای درونگرا ارتباط بهتری داشته باشیم. به عنوان کسی که خودم برونگرام و یه دوست درونگرا دارم، بهت یه چند تا نکته میگم که باید رعایت کنی. 1. یادت باشه هر موقع خواستی خبرشون رو بگیری یا کاری باهاشون داشتی، به جای زنگ زدن بهشون پیام بده، چون کلاً میونه خوبی با تماس تلفنی ندارن. 2. وقتی که نیاز دارن تنها باشن، اصلاً بهشون اصرار نکن که بیان توی جمع، چون تنهایی باعث میشه که دوباره انرژی بگیرن. باشون در مورد موضوعات مهم یا علایقشون حرف بزن. صحبت‌های روزمره حوصله اونا رو سر میبره. 4. همون جوری که هستن دوستشون داشته باش. سعی نکن مدام تغییرشون بدی. اونا با شخصیت خودشون در صلح هستن. 5. دیدارای 2 نفره رو کلاً به مهمونی‌های شلوغ ترجیح میدن. 6. چون بیشتر ساکت هستن یا تنهایی رو بیشتر دوست دارن، به معنی افسرده یا خجالتی بودنشون نیست، شخصیتشون این شکلیه. و نکته خیلی مهم این که یه درونگرا کنار کسی که دوستش داره و حد و مرزش رو رعایت میکنه، تبدیل به برونگراترین آدم ممکن میشه. فقط کافیه که اینا رو رعایت کنی. همین.